سلام. امروز میخوام براتون تعمیر کنترل رو بهتون بگم که چی کار کنیم که بعضی از دکمه‌های کنترل کار نمیکنه. میریم که داشته باشیم. ابتدا باید مشخص کنیم که کنترل شما کدوم کلیدش کار نمیکنه. فرق نمیکنه، اصلا فرق نداره برای ما. احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به یه دونه کنترل ضبطای غیر فابریک چینی که از اینو شما به این ورچسب احتیاج داریم. اصلا هم خاصی نیست، راحت هم کنده میشه، اصلا مهم نیست. یه همچین چیزی داره پشتش، دیدید؟ یه ابزار خیلی ساده است. کنترلی که کار نمیکنه رو، شاسی که کار نمیکنه رو مشخص میکنیم. وقتی مشخص کردیم، مثلا توی این کنترل ما دکمه قرمزش مثلا کار نمیکنه. البته ما توی تعمیرات ما تست کنترل داریم که میتونیم مشخص کنه که این کنترل کار میکنه یا کار نمیکنه. اگر نداشتید مهمم نیست. چرا؟ چون میتونید از دوربین گوشیتون به جای دستگاه تست استفاده کنیم که وقتی که چشمی کنترل رو به سمت دوربین گوشیتون میگیرید، اون نوری که میاد یعنی کنترلشون سالمه. خب حالا مشکلم با کار نکردن کنترل نیست. ما مشکلم با اون کنترلایی که بعضی از دکمه‌هاش کار نمیکنه. چی کار میکنیم؟ کنترل رو باز میکنیم که من قبلا یه کنترل LG رو براتون باز کردم، مشخص کردم که دکمه پاورم کار نمیکنه. از همون کنترل چینی که داشتم قبلا استفاده کردم، شماره 6 رو برش زدم، به همین که تو شکل میبینید یا عکس معلومه مشخصه. اینو جایگزین کردم، خیلی راحت چسبوندم اینجا. البته خودشون چسب هم داره، احتیاج به چسب هم نداره. وقتی که خیالم راحت شد که قشنگ سر جاش چسبوندمش، اومدم برای تستش هم کمی دیگه باتیشو بندازی سر جاش، خودتون متوجه میشید خیلی قشنگ و روون کار میکنه. احتیاجی نیست دیگه فشار آنچنانی بدید به کنترلتون بیارید. انشالله که مورد نظرتون قرار گرفته باشه و بتونم یه مشکلی از مشکلات شما رو حل کرده باشم. با تشکر، خدا نگهدار.